دومی فاکتوری که انسان رشد بالندگیش بیشتر میکنه حرکت کردن است، کوشش کردن است. و در مسیر هدف که انسان تعیین کرده باید سیر بکنه، حرکت بکنه. و در حقیقت تمام پدیده های هستی رو ما شما وقتی که نظر بکنیم حیدری صاحب گرامی در حال حرکت است. از یک ذره اتم گرفته تا افلاک، زمین که در اطراف در حقیقت خود آفتاب حرکت منظم داره. هر پدیده که در زمین حرکت نکنه محکوم به نیستی و فنا میشه. یک داستان لطیفه بسیار کوتاه است، میگه آب زلال شفاف حرکت میکرد، مرداب در پولیش بود. مرداب سوال کرد که رمز زلالیت تو چیست که مردم تو رو بسیار دوست دارن، استفاده میکنن، تو درخت پژمرده را زنده میکنی، لباس کثیف پاک میکنی، و انسان ها به درخت و به طبیعت حیات میبخشی، ولی مردم من که میبینن از پیش ما بسیار تندی رد میشه، اصلا طرف ما نمیبینن، بینیشان حتی محکم میره. آب زلال شفاف میگه من یک رمز دارم، فقط این مثل من همیشه حرکت میکنم، اگر حرکت نکنم من بوی میگیرم. مثل تو انسانایی که در زندگی حرکت نمیکنن کاملا پژمرده افسرده میشه، از تمام پدیده ها اینا محروم میشه.